در دنیا کار نمیشدگی نیست. در دنیا کار نمیشدگی نیست. پرزیدنت امامالی رحمان در پیامش گفت که در دنیا کاری نمیشدگی نیست اگر ذوق باشد. یعنی هیچ کار این خیلی نیست که اجرا نشود. باز تکرار میکنم علاوه کرد اگر ذوق باشد. یعنی ببینید این جمله به کی دخل دارد؟ به من، به مردم عادی، به مهاجر، به اون کسی کشاورز یا به خود شما جناب پرزیدنت؟ اگر امروز تاجیکستان در نقطه آخر هست، اگر امروز تاجیکستان ضعیف است، قفا مانده است، پس معنی را دارد که شما نخواستید. اگر میخواستید طبق همین جملهتون کاری نمیشدگی نیست. اگر شما ذوق می‌داشتید تاجیکستان امروز دولت دموکراتی بود. اگر شما ذوق می‌داشتید تاجیکستان امروز دولتی پیشرفته در سطح مطبوعات آزاد می‌بود. من برای آنکه حرفایم بسیار بی‌دلیل نباشد من از دوستان خواهش کردم که یک بار بیایند برخلاف رحمان که رقم بازی میکند با سامانی و دلار با فکت و رقم‌ها گپ بزنیم. اگر واقعا جناب رحمان می‌خواست که و کاری میشدنی رو باور داشت، ذوق می‌داشت، خواهش می‌داشت، نیت می‌داشت، تاجیکستان ما در روی خط جهانی امسال در سال 2020 1921 در بین 167 کشور دنیا در بین 167 کشور رو تحلیل کردن. تاجیکستان ما جای 159 هست، یعنی جزء 10 کشور قفا مانده دنیا از روی ایندکس دموکراتیا. این مجله اکونومیست این رو تشخیص داده است و تمام نشان دهنده ها را تحلیل میکنه. به این نتیجه رسید که تاجیکستان از بین 160 کشور همگی اگر 200 کشور رو میکردن باز ما عقب تر میرفتیم. برای چی؟ برای ترکمنستان و کره شمالی اینا آمار نمیتیان، جز این کشورها نیستن. خب چرا ما در اینجا قرار داریم؟ برای اینکه همین جمله امامالی رحمان باز میگویم کار نمیشدگی نیست، ذوق نیست و وقتی خودش میگه که هیچ کاری نمیشدنی نیست. اگر امامالی رحمان ذوق میداشت و میخواست تاجیکستان در بین حداقل 100 کشور دموکراتی دنیا قرار میگیرید. ما تمام زمینه ها را داریم، مردم باسواد داریم، آگاه هست، آزادی خواه داریم، مردم ترسو نیست، مردم حالا عقب مانده نیست. ولی چرا به این حال رسیدیم؟ برای اینکه جناب امامالی رحمان شما ذوق ندارید، نیت ندارید. برای همین در سخنرانیتون فقط در مسائل خائنان و در مسائل مقایسه کردن با شوروی حتی یک جمله هم درباره جامعه شهروندی، مطبوعات آزاد، فعالیت حزب‌های سیاسی، درباره دموکراتیا و رعایت حقوق بشر یک جمله هم صدا نداد. برای چی صدا نداد؟ میگن که هر چی در دیگ هست در کفلیز میآید. هر چی در ذهن شما هست، هر چی در مغز شما هست، هر چی در کله و در ذوق شما هست به گفته خودتون همون در زبانتون میآید. در زبان شما فقط برای همون قیاس کردن پول مردم، حساب کردن پول تلفن مردم و کارتوشکای مردم و همون ماشین های مردم است، خانه مردم است. اما درباره اون که مردم آیا آزاد هست، رسانه ها آزاد هست، دموکراسی داریم یا نداریم، در این باره اصلا شما صحبت نمیکنید. خب آن چیزی که ما میتونستیم با آن برسیم اگر ذوق می‌داشتیم، اگر جناب رحمان همچون رهبر کشور ذوق می‌داشت در مسئله حالا گفتم دموکراسی، در مسئله آزادی مطبوعات، از 180 کشوری که در سال 2021 سازمان ریپورترز ویزاوت باردرز یعنی گزارشگران بدون مرز که تمام دنیا را برابر تحقیق میکند، تاجیکستان از 180 کشور در جای 162م، یعنی ما جزء 20 کشوری هستیم که مطبوعات آزاد ندارد. این دستاورد جناب شما که این را با سامانی مقایسه کردن نمیتونید. شما وقتی درباره اقتصادیات گپ میزنید میتونید با سامانی بازی کنید. نمیگید که مثلا نرخ دلار در سال 2013 چند بود؟ $1 3-4 سامانی بود، امروز 13 سامانی شده است. اما این رو وقتی که میلیارد سامانی میگید مردم فکر میکنن که بله ما چقدر پیش رفتیم، اما این رو وقتی با دلار گردوندین باز کمتر از همون سال 2013 میشه. اما بگذار، اما در اینجا این رو که آزادی رو با سامانی مقایسه کردن نمیشود، با دلار مقایسه کردن نمیشود، شما برای همین این مسئله رو گپ نمیزنید چون بازی کردن امکان نیست. اما من آشکار میگم تاجیکستان از همه کشورهای دنیا قفا مانده است. برای چی؟ برای اینکه شما نخواستید. تاجیکستان در مسئله آزادی‌های اقتصادی سازمان هریتیج فاندیشن که معتبرترین سازمان درباره معین کردن آزادی‌های اقتصادی است. شما جناب رحمان وقتی که درباره رشد اقتصادیات میگید، رشد صنعت، رشد کشاورزی، بدون آزادی اقتصاد نمیتوانید رشد کنید. بدون آزادی اقتصاد و بدون اینترنت ارزان و پرسرعت 1000 سال هم اگر پای هم افسانه بخوانید در نزد پارلمان و مردم رشد کردن نمیتوانید. اما تاجیکستان در کجا هست؟ در بین همگی 178 کشور دنیا
کدام عنوان رو گرفتیم با زبان انگلیسی mostly unfree، یعنی غالبا غیر آزاد. 134 جا. یعنی ما بازم جزئی 30-40 کشوری از همه اقتصادی سربسته و محدود و مونوپولیا شده در دنیا داریم. شما چرا این را نمیگید؟ برای که ذوق نیست، خواهش نیست که اقتصاد تاجیکستان آزاد باشد. هر سال هم بیاید در پیام یک مرتبه صحبت کنید که ما رشد اقتصادی خواهیم کرد و صنعت و کشاورزی و توریسم، اینا همه این افسانه باقی میموند. برای چی؟ برای شما اصل را ندارید. اصل این آزادی اقتصاد است، اصل این پیشرفت اینترنت اینا هست. شما در مسئله بیاید صحبت نمیکنید درباره مبارزه با کروپسیا. برای چی؟ برای اینکه این را دیگر با دلار مقایسه کردن نمیتونید با سومانی. بازم در بین 179 کشور دنیا ما در آخران رده‌بندی ترانسپرنسی اینترنشنال جای 150. خب در جزء 20 کشوری فساد زده دنیا. خب این را برای فقط برای امامالی رحمان نمیگم، برای تمام اون تبلیغاتچی‌ها و اونگارد و فابریک جواب که وقتی میاد میگه که تاجیکستان رشد کرده ایستاده است، فقط چشم کور و بخیل، این بخیلی ما اجازه نمیدهد که ببینیم. شما به این آمار بیاید مراجعت کنید، از روی این صحبت کنید با ما. تاجیکستان در کجا بود سال 2013؟ در کجا هست؟ در سال 2000 مثلا بگیریم 7 8 هر سال رو بگیرید، تاجیکستان در بین مثلا 2003 در بین 180 کشور جای 124 بود از لحاظ کروپسیا. امسال ما جای 150 در این بین 20 سال رهبری رحمانوف 20 زینه پایان رفتیم. یعنی این رشد شما هست. وقتی میگه در این 20 سال ما پیش رفتیم، من دلخواه سال را اگر دلخواه مسئله را مقایسه کنم، مثلا درباره اقتصادی آزاد در تاجیکستان سال 2008 ما بودیم در جای 114، یعنی قریب 50% کشورهای دنیا ما برابر بودیم از لحاظ آزادی. در سال 2021 شدیم جای 134، 20 درجه ما پایین افتادیم. این پیشرفت در بین سال 2008 و 2021. اگر ما با این اسلوب مقایسه کنیم، بعد میفهمیم که چرا امامالی رحمان و گروه تبلیغاتی طرفدارانشان در مسئله هایی که با سامانی مقایسه کرده نمیشد اصلا دخالت نمیکنن. برای چی؟ برای که جای گریز ندارن، برای که در مقابل متماتیک فقط قرار میگیرن. اما در اون جایی که امکانیت دارد که بین سامانی و دلار و یورو و اینها بازی کرد، شماره تلفنی موبیل را با شماره تلفنی استاسیونری زمان شوروی مقایسه کرد، در اینجا بعد میان با این بازی ها ذهن مردم رو به دیگه سمت میکشونن. من خب دیگه درباره دیگر ریتینگ ها اصلا نمیگم، چون ریتینگ فریدم هاوس که درباره آزادی های شهروندا که امامالی رحمان حتی یک جمله نگفت، برای آنکه خجالت هست، ما در جزئی از همه بدترین کشورهای دنیا قرار داریم که از شکاله از 1 تا 7 که 7 بالاترین یعنی بدترین رقم است، تاجیکستان رقم 7 را دارد در سال 2021. از سال 2016 تا سال 2021 یعنی بعد بستن حزب نهضت و رسانه ها و اپوزیسیا، تاجیکستان در بدترین رقم هست. از سال 2003 تا سال 2015 ما در رقم 6 بودیم و قبل از اون باز در رقم 5 بودیم. برای چی؟ برای اینکه کمیسیون اشتی ملی کار میکرد، نهضت فعالیت داشت، رسانه ها فعالیت میکردن. آهسته آهسته امامالی رحمان برد ما را تا سال 2021 به این موقع رساند. من دیگر در باره دیگر رقم ها و آمار گپ نمیزنم، اما این را با همین این قسمت رو با همین خلاصه میکنم که بله، کاری نمیشدنی نیست با گفت جناب امامالی رحمان اگر ذوق باشد، چون ذوق نیست ما در ان همین گروه کشورها باقی خواهیم ماند. اگر هر کسی سر قدرت بیاید، یک آدمی که ذوق دارد، خواهش دارد که تاجیکستان دموکراتی باشد، آزادی بشر باشد، آزادی رسانه ها باشد، زندانی‌های سیاسی آزاد کرده شوند، اقتصاد آزاد باشد که صاحب کار بتواند آزادانه بدون مونوپولیا تجارت کند، اگر این ذوق را داشته باشد که ان الله پیمان ملی تاجیکستان و دیگر نیروهای آزادی خواه این نیت، برنامه و ذوق را دارند و گفت جناب رحمانوف کاری نمیشدنی نیست، حتما این انجام خواهد شد.